وقاحت و بیشرمی و به جایی رسونده که خودشو کنار رهبر میبینه، از قانون اساسی میاد برای ما مایه میگذاره. اگر کسی در این نظام مقدس اعتبار داره به خاطر امضایی که رهبر پایین اون اعتبارش کرده و الا فاقد اعتبار و ارزشه. از قانون با ما سخن نگویید که به ادله متعدد از قانون عدم التزام شما به ولایت فقیه کاملا قابل اثباته. آیا علی مطهری بنده رو قبول نداری؟ مهم نیست، چون منم تو رو قبولت ندارم. خدا بیامرزه باباتو. منم تو رو قبول ندارم، قطعا هم ایشون بنده رو قبول نداره، مهم نیست. اما مرحوم حاج احمد آقای خمینی رو که قبول داری. جناب آقای مطهری، آیا کتاب رنجنامه حاج احمد آقا رو خوندی؟ نمیدونم چرا مؤسسه نشر آثار حضرت امام صلوات